سلام دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. ما تو این ویدیو قصد داریم یک سایتی رو بهتون آموزش بدیم به اسم پونیشا که خیلی راحت میتونید درآمد میلیونی داشته باشید. خب دوستان، این وبسایت هستش. پونیشا رو که سرچ کنید این وبسایت میاد بالا، همین وبسایت. جز این وارد وبسایت دیگه نشید. رو پونیشا میزنیم و همچین صفحه ای رو مشاهده میکنید که میتونید ترجمه و محتوا کنید که درآمد داره. میتونید درآمد رو طراحی کنید. طراحی همون ساخت لوگو، بنر، غیره، بازاریابی، همکاری در فروش، کسب و کار خودتون رو تبلیغ کنید و غیره. اینجا مشاهده میکنید قیمتاشون از 2.5 شروع میشه تا 10 تومن، 500 تومن تا 200 تومن. خب برای شروع کار چه کار میکنیم؟ رو ثبت نام میزنیم، شماره‌تون رو وارد میکنید. بعد از اینکه شماره‌تون وارد کردید کدی براتون وارد میکنه، میفرسته و اونجا واردش میکنید و تایید میشید. خب حالا چجوری ما این کار انجام بدیم؟ دو بخش داره، یکی کار فرمایی که فریلنسر. شما میاد فریلنسر هستم انتخاب میکنید و بخش محتوا و ترجمه خیلی کار راحتی میرید و اینجوری پروفایل برای خودتون میسازید و میگید من فلان کار رو براتون انجام میدم و اینقدر من پول ازتون میگیرم. مثلا نویسندگی داره که عنوان پروژه رو میتونی بزنی. خب اینجا همون بخشی هست که شما میتونید بگید از چه قیمتی تا چه قیمتی کار براشون انجام میدید. مثلا میگید 2.5 تا 10 تومن، مثلا 2.5 تا 4 تومن که 100 بندی داره، مثلا حرفه‌ای، آماتور، غیره. خب روش بعدی که میتونید در مورد این طراحی و خلاقیته که اینجا مشاهده میکنید. مثلا گفته از 600,000 تومن، 700,000 تومن، 7 روز پیش، 5 روز پیش نمره خوبی در اینا حرفه‌ای هستن و شما میتونید مدت فعالیتتون رو بیشتر کنید و به سطح همچین شخصایی برسید. مثلا یک شخص از 800,000 تومن از 1,200 و پایین تر که میبینیم تعدادشون زیادتر میشه و این رو هم مشاهده میکنیم که میتونید حداقل درآمد روزانه 1 تومن رو داشته باشید. مشاهده میکنیم مجموع قیمت 2,100,000 تومن با هزینه و غیره. این نمونه کارهاشونه و غیره. شما میتونید نمونه کارهاشون رو بسازید و اینجا آپلود کنید. ممنون که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. حتما لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه.